ما هر روز خودمان را به جهان نشان می دهیم. در قاب‌ها، در پست‌ها، در چشم‌های دیگران. اما اگر تمام نگاه‌ها خاموش شوند، اگر هیچ کس ما را نبیند، آیا هنوز ما وجود داریم؟ امروز به سراغ کسی می رویم که هزاران سال پیش همین سوال را پرسید. خودت را بشناس. میگویند تو کسی بودی که خرد را با پرسش آغاز کردی. اما اگر امروز در دنیای ما زندگی می کردی، در این عصر فیلترها و برندها، از کجا شروع می کردی؟ از همانجا که همیشه باید آغاز کرد. از نادانی. انسان امروز پر از اطلاعات است، اما خالی از فهم. در میان هزاران تصویر از خود تنها مانده و نمی‌داند کدام واقعاً اوست. نخستین گام در خودشناسی سکوت است. سکوتی که در آن صدای دروغین دنیا خاموش می شود و حقیقت درون شنیده می شود. تو میگویی خودشناسی آغاز خرد است. اما چرا؟ مگر نمی شود بیان که خود را بشناسیم خوب زندگی کنیم؟ نه، نمی شود. زیرا تا خود را نشناسی نمیدانی چه میخواهی و چرا. ممکن است ثروت جمع کنی، افتخار به دست آوری، اما همه‌اش بر پایه نیازی است که حتی از ریشه‌اش آگاه نیستی. کسی که خود را نمیشناسد مانند کشتی بی قطب نماست. حرکت دارد، اما جهت ندارد و هرچه سریعتر رود، زودتر گم می شود. امروز ما خودمان را می سازیم. با ظاهر، با شغل، با پیج، با عنوان. آیا این خودسازی اشتباه است یا فقط نوعی بازی با نقاب‌ها؟ انسان همیشه در حال ساختن خیش بوده است، اما پرسش این است که آیا می داند چه می سازد؟ اگر خود را برای نگاه دیگران بسازی، برده نگاه می شوی. اگر برای درک خود بسازی، آزاد می شوی. تو می توانی ظاهر بسازی، اما معنای درون را نه، چون معنا ساخته نمی شود، کشف می شود. گاهی از خودمان فرار می کنیم. از ضعف، شکست، ترس. شاید خودشناسی بیش از حد دردناک است. بله، آگاهی دردناک است. اما تنها دردی است که تو را درمان می کند. خودشناسی مثل نوری است که اول چشم را می سوزاند، اما بعد حقیقت را نشان می دهد. بیشتر انسانها در تاریکی راحت ترند، چون در تاریکی نمی بینند که زخم دارند. اما کسی که در روشنایی می ایستد، رنج می برد و رشد می کند. آگاهی بهای آزادی است. اگر هیچ کس ما را نبیند، اگر هیچ نگاه و تأییدی وجود نداشته باشد، آیا هنوز هم خودمان هستیم؟ یا هویتمان وابسته به دیده شدن است؟ دیده شدن نشانه بودن نیست. درخت در جنگل هم هست، حتی اگر کسی نبیندش. انسان آگاه برای درک شدن زندگی می کند، نه برای دیده شدن. آن که خودش را می شناسد می داند که حضورش از درون معنا دارد، نه از لایک ها و نگاه ها. دیده شدن اعتیاد ذهن مدرن است، اما فهمیده شدن نیاز روح جاودانه. اما سقراط، وقتی میگویی خودت را بشناس، منظورت دقیقاً چیست؟ شناخت صفات، باورها، گذشته یا چیز دیگری؟ شناخت خود یعنی فهمیدن سرچشمه اندیشه‌ات. یعنی پرسیدن از خودت که چرا چنین فکر می‌کنم، چرا چنین می‌خواهم. خودشناسی فقط دانستن نیست، مشاهده است. دیدن بدون قضاوت. وقتی بتوانی خودت را همانطور که هستی ببینی، بدون نقاب بایدها و ترسها، در آن لحظه برای نخستین بار آزاد می‌شوی. ما اغلب خودمان را نمی‌شناسیم، چون از قضاوت دیگران می‌ترسیم، از اینکه آنچه هستیم پذیرفته نشود. آنکه به دنبال رضایت دیگران است، خود را به اجاره داده است. بگذار دیگران قضاوت کنند. آنها تنها سایه‌هایی هستند بر دیوار غار. حقیقت در بیرون غار است و بیرون رفتن همیشه ترس دارد. اما تا از قضاوت نترسی، هرگز حقیقت خودت را نخواهی دید. آزادی از نگاه دیگران آغاز بودن حقیقی است. بعضی میگویند خوشبختی در شناخت خود است. بعضی میگویند در فراموش کردن خود. تو چه فکر میکنی؟ خوشبختی در هماهنگی است،
در وقتی که اندیشه، گفتار و کردار از یک سرچشمه می آیند. کسی که خودش را می شناسد از خودش نمی گریزد، پس آرام است. کسی که خود را نمی شناسد میان هزار خواسته پاره می شود. آرامش نه در لذت است، نه در ثروت، در صداقت با خویشتن. تو روزی گفتی که فیلسوف تمرین مرگ می کند. یعنی چه؟ آیا مرگ بخشی از خودشناسی است؟ بله، مرگ یعنی جدا شدن از آنچه که تو نیستی. فیلسوف هر روز کمی می‌میرد از توهم، از دروغ، از غرور. وقتی خود را شناختی می‌فهمی که جسم و شهرت و دارایی تو نیستی. پس دیگر مرگ ترسناک نیست، چون چیزی را نمی‌گیرد که از آن تو باشد. شناخت خود تمرین مردن برای هر چیزی است که تو را از حقیقت دور می‌کند. آیا شناخت خود به آزادی می‌انجامد؟ یا ما همیشه اسیر خواهیم بود؟ تا وقتی خودت را نمی‌شناسی اسیری. ممکن است زنجیر نداشته باشی، اما درونت در قفس است. آزادی یعنی توانایی انتخاب آگاهانه، انتخاب فکر، انتخاب باور، انتخاب معنا. و این ممکن نیست مگر با شناخت خود. کسی که خودش را می‌شناسد فرمان روای مغز خویش است و آنکه ذهنش را نمی‌شناسد رعیت اندیشه‌های دیگران. پس سقراط، اگر بخواهی تنها یک جمله برای انسان امروز بگویی، آنکه میان نقاب‌ها و صداها گم شده، آن جمله چیست؟ خاموش شو و بشنو. نه مرا، نه دیگران را، بلکه آن صدایی که همیشه در درونت نجوا می کند. او را بشناس، چون او تویی. و وقتی او را شناختی، دیگر هیچ کس نمی تواند تو را تعریف کند.